گپ موفیزه نفهمه تو تاری ندیدم بچه پیار نصیحت کنه. بیلو خدا برستی پیار ما به خط رفته، خودی و گپ زده هم نمیشه. ما چونکی زنگ زده بری و مایه بره مگر رد طول بگیرم. دلبر بیا تو بده. با کجا بدی؟ اینا رو چه کار میکنی؟ پیار تو گفتم برو کنی درختی امیر پیشون بخچیر بکی عرق و پره کو بتیشه سگو تو انا بیار به باد کو بافته بعد از اینا ریالا کو دلبر در به در شدیم، خونه ما تو پاش شده زندگی ما. تو مغزه تو خراب خونه ما بیترین زندگی داریم. سکو خب گوش کشته گپمه. بیترین زندگی داریم، بیترین پیار خوبی داری. من مزدور شما هستم، تو تاشم درس میخونی، 10-11 سال درس میخونی، من میتر نوال 20 مانه بیامدم. سکو برای گپ نگرد، همین رات پیار خود تعقیب میکنم. خوبه تام خودی ما بریم. رات پیار خود تعقیب میکنی؟ اما لفظا رو بیرو شد چون کیر زنگ زد. وقتی دیگه کن. البته پیار تو به دوزی میره؟ نه به دوزی، وقتی تو بیا بریم. کجا بریم؟ همین رات پیار با من گفتم برو کندار باش که یالا کو رات کندار. وقتی دیگه من که تو میگم وقتی برات پیار تو برو. میریم خودم تعقیب میکنیم. بیا بده کوکو سنگی چی رقمی؟ میگون قاسم گپ بزن فرق کردم مای. نه چی فرق کرده؟ نزه آباد بشودی دیرو بچه من گیر میده به من میگر بچه چشما شما چه کاره، تحروی شما چه کاره، رنگ شما زخته بچه نادانه. گپ بزه که منو بکشید یعنی تیارم خوبه دیگه. یاره بابا که 10 نفر باباله بالا تیاره شیشته بود. بابا پرویدی بکنم امروز که بخول بکشید دیگه شاید از آنون تیاره خوبه بگی دیگه جوری کنید. موجود آماده بیو یکم مونو شما مگرم اینجا گو مگره صدا خو خیلی بلند نکنه. خونه پیار تو باقیلا کشتی چشما میشته کلوشت قاسم یاره خوب دید داده تاکه بچون چر چشما میته کلون شده با بیلا قاسم پولا میرکن ما دادم دیگه مدام تو با کیسا کن نه که پس من کار دیگه سر ما بدار دو یکی میده دیگه سر ما میکشیدم تو کم درد سر ما کم میشد. تو تری بزی بلد نی بکشی ما بلدم با یکم مزه نداره. اشتهی که مزه نداره یعنی یاد ندارم که یاد نداری دیگه. با بیلا
اشته بالا در ورق میده و اینو اصله اصلا بابه چشمام اشته کلون سکاته خیریت کجا میدی؟ بس کجا میدی؟ دل من بکشیدی تو آخی ما بخاطر که پا درد نکرد به می صاحب بیان یک پایندگه بشت این اگه با تا سر میکن چکار میکردی؟ بشینیم کجا بودی؟